به نام خداوند جان و خرد که زو برترنده شد ور نگذرد. خداوند جان و خداوند نام، خداوند روزی ده رهرسان. خوش آمدید برادران، دوستان، استادان بزرگ. اینک بار دیگر ما با این مسئولیت وزنین سنگین انتخاب شدن رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان استاد محیدین کبیری را تبریک و مبارکباد میگوییم. اینچنین هیئت تیمی تفتیشات، یعنی کمیسه تفتیشات که با راهبری استاد شاهنامه کریم و هیئتشان که فرهاد اودینیف هم انتخاب شدن صمیمانه تبریک میگوییم. هم من همچون نماینده از نام همه دوستان، برادرانی خواهرانی که در لهستان زندگی میکنن، هم استاد و هم برادر که فرهاد اودینیف رو تبریک و مبارکباد میگوییم به این وظیفه، به این مسئولیت وزنین سنگین. خدا کند که انشاءالله به همین مسئولیت ها با سری بلند به وطن بازگردیم و هم از زندانیای سیاسی ما آزاد شوند. نوبسته زندانیای سیاسی هستند اونجا، زندانیای مذهبی، عقیدوی، یعنی همه آنهایی که بیگناه از دست این رژیم زندانی شدن، بازداشت شدن، انشاءالله که آزاد می شوند. و چنان که ما میدونیم این سال بسیار سالی خوب، سالی با قرار برای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، رهبریت و اعضا و جانبدارانش هست. چون که در این سال 2025 خوشبختانه یک نظامنامه از طرف رهبریت، ریاست و از طرف بگیریم که شورا چی شد بعد از ماه‌ها، بعد از جلسه ها، بعد از گفتگوهای زیاد شکل گرفت و من باور دارم که این حداقل 50% کارباری ما نماینده ها یا که مسئولین اجرایی را سبک میکند. و حالا انشاءالله استاد را دعوت میکنیم که اولا مختصرا مقدمه ابن خلدون برای نشوند خواهش میکنیم انشاءالله هم درباره جزئیات و کلیاتی که در این چند ماه بگیریم که انیخترش در سال 2025 بعد از تصویب یا که بعد از قرار قبول کردن نظامنامه جدید حزب را قبول کردن و اینچنین به سمتی راهبری نو یا که راهبری جدید انتخاب شدن استاد. پیرامون این انشاءالله اول صحبت استاد را میشنویم و اگر سوال جواب باشد یا که مداخله باشد انشاءالله میشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران خواهر عزیز، بار دیگر شام همتون بخیر و تشکر به مسئولین پیمان ملی تاجیکستان در ورشا و دفتر مرکزی که ملاقات را برگزار کردند و ما و شما می‌دانیم که چند روز پیش در شهر ویلنیوس چند چهاربینی و معرکه بود، یعنی که اکثریت برادران خواهران و مهمانان برای شرکت هم در جلسه ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به ویلنیوس سفر کرده بودند و هم برای شرکت در مراسم ازدواج یک دو نوجوان مهاجر تاجیک که اکثری برادران و دوستان و شناسان را در آنجا دیدیم. و حالا ما برای دو روزه در شهر ورشا هستیم. این هم ادامه همون سفر برای چند دیدار و ملاقات ها در ورشا و انشاءالله که بعد برمیگردیم. این هم ناگفته نماند که در شهر ویلنیوس اضافه به اون علاوه به اون که چهاربینی که گفتم خیلی ملاقات های مفید و انشاءالله که نتیجه دار با مسئولین این کشور هم صورت گرفت و حالا فقط بدون جزئیات به طور کلی همین رو میگم که بسیار این سفر ملاقات ها در مقایسه با سفرهای قبلی در سطح بالاتر
و خیلی خوبتر و مشخصتر صورت گرفتن. انشاءالله باز با مسئولین در صحبت‌های محدودتر جزئیات آن را خواهیم گفت. و همطوری که مسئول پیمان ملی تاجیکستان در ورشاوا گفت، نزد ما این سوال را گذاشت که یک صحبت یا مقدمه مختصر درباره روندهای اخیر در داخل اپوزیسیون با خصوص نهضت اسلامی تاجیکستان و پیمان خدمت شما ارائه کنم و بعداً اگر سوال ها ملاحظه هایی باشد این نشست را مونولوگ نه بلکه یک گفتگو، مکالمه و تبادل نظرها کنیم بهتر است. خب طبیعی است که نهضت اسلامی تاجیکستان یک رکنی خیلی مهمی پیمان ملی تاجیکستان و در مجموع اپوزیسیون تاجیک است و این تقریبا حیات یک ساله اخیر حزب واقعا هم حالا نمیدونم این را پدیده خوب بگویم، انیخترش پدیده مثبت است از آنه که پدیده منفی باشد، مورد بحث و بررسی، تحلیل و حتی جدل و نقاش در جامعه تاجیکستان هست و اگر این طبیعی باشد، یک روند طبیعی باشد، واقعا یک کاری مثبت است. من خیلی خوشحالم چون بیانگر آن است که حزب زنده هست، حزب پویا هست، حزب مهم است، حزب هنوز هم برای جامعه تاجیکستان دارای اهمیت است و اگر نه یک نیروی سیاسی که جایگاه نداشته باشد، در بین مردم ریشه نداشته باشد، در فکر مردم، زندگی مردم، در فرهنگ و آینده مردم، و مردم اصلا چی ربط دارد؟ مردم چرا بحث کنند که کی رئیس می شود، کی نمی شود، کی عضو ریاست می شود، در داخل حزب چی میگذارد؟ برای هیچ کسی این جالب نیست. اما مادامی که اینقدر بحثا هست، اینقدر جدل هست و گاه این بحثا از دایره داخلی حزبی هم بیرون میبراید، پس اگر این طبیعی باشد یک روند بسیار مثبت است. اما اگر این یک روند غیر طبیعی باشد و این فضاسازی ها به خاطر تضعیف نهضت، به خاطر کشاندن ذهنی مبارزین به خصوص اعضای نهضت از مشکلات جامعه، از برنامه‌های کلانتری مبارزه و مسائل جزئی داخلی حزب اگر این باشد، البته این جای تأسف است. اما توانمندی یک نیروی سیاسی در آنجا برملا می شود که همه گونه چالش را تبدیل به فرصت کند. حالا اگر بالفرض کسی هم در ذهنش، خب طبیعی است که مقامات دولتی همیشه دنبال آن هستند که برای نهضت، برای اپوزیسیا، برای مهاجرین یک چالش را به وجود بیارن، یک دردسر را به وجود بیارن. و اما به این معنی نیست که همه آن چیزی که در داخل اپوزیسیا میگذرد این کاری دستی مقامات است. نه، این مجموعه عامل ها هست. یکیش میتواند اشتباه رهبریت باشد، میتواند کمبودی مسئولین باشد، میتواند بعض نارسایی ها و سوء تفاهم ها در داخل باشد و میتواند این چنین کمبودی و بعض مشکل تراشی ها از طرف بعضی افراد هم باشد. یعنی در مجموع این عامل ها چنین فضا را به وجود میارند. و هنوز یک سال پیش ما پیشنهاد کرده بودم، تصمیم گرفته بودم که یک اصلاحاتی را در نهضت اسلامی تاجیکستان ما راه اندازی کنیم. یادم هست در همین شهر ورشاوا تقریبا همین ماهای نزدیک به کنفرانس آبیسی بود، در منزل خواهر خیرنیسا یک جلسه داشته و ما اونجا پیشنهاد کردم که نهضت اسلامی تاجیکستان دست به یک ایده اصلاحاتی داخلی بزند. ولی اون وقت چندان این فکر جانبداری نیافت. یک سنت، یک عنعنه خوبی از در داخل حزب ما که تمام قرارها دست جمعی و با رأی اکثریت قبول میشه و در اونجا هم دیدم که نه، رأی اکثریت به اون است که حالا زود است یا پخته نشده است مسئله ها، دیگر اصلاحات را آغاز نکردیم. اما این ضرورت روز به روز بیشتر احساس میشد و بالاخره بعد از اون کنفرانس آبیسی ما تصمیم گرفتیم که
دیگر باید این روند رو آغاز کرد و ما یک هیئت کمیسی هم تأسیس دادیم برای آماده کردن متن نظامنامه نوی حزب و اون چند ماه کار کرد. متن رو پیشنهاد کرد به ریاست عالی برگردون به گروه کاری و بعدا قرار قبول شد که بنده هم در هیئت گروه کاری باشم، چون من قبلا به گروه کاری وارد نشدم، خودم دست کشیدم به خاطر آنکه گروه کاری یک بدون تأثیر رهبریت حزب این متن نظامنامه رو آماده کنند و در خود گروه کاری بعداً که ما رو هم اضافه کردن، ما از طریق کنسنسوس یعنی اجماع تمام اون معیارها رو قبول کردیم. یعنی اگر یک نفر از اعضای کمیسی هم مخالف باشد اون معیار نظامنامه قبول نمی شود و همین طریق این نظامنامه ما قبول شد. بعضی دوستان حالا فکر میکنن یا فراموش کردن یا به هر شکل میگویند که نه، در اون نظامنامه در یک فضای قبول شد که گویا برخی از اعضای گروه کاری ناراضی بودن. نه برادران، این طور نیست. یعنی اجماع کنسنسوس قاعدش همین است که یعنی همه باید با اون متن، با اون عباره، با اون کلمه راضی باشن. بله وقتی که اون متن اصلی بود بعضی برادران میگفتن، از اون جمله من هم میگفتن که همین بند نظامنامه لایحه به من معقول نیست، یا نفر دیگر میگفت که این بند نظامنامه به من معقول نیست. وقتی یک نفر میگفت که این بند به من معقول نیست، حتما به او گفته میشد که واریانت خودش رو پیشنهاد کنند، آلترناتیو رو پیشنهاد کنند. وقتی که آلترناتیو پیشنهاد میشد مورد بحث و بررسی قرار میگرفت و حتی بعضی جمله یادم است که 3 ساعت هم بالاش بحث میشد و بالاخره با اجماع عمومی، با گذشت کردن و یکدیگر رو با کمپرمیس رفتن یک متن قبول شد و در ریاست عالیان باز بحث و بررسی شد و با اون رأی داده شد و امروز نهضت اسلامی تاجیکستان دارای یک نظامنامه هست که از روی اون میتواند امور داخلی خودش را به تنظیم درآورد. این را باید بگم برادران که یگان متن در این دنیا ایدئالی و بینقص نیست، نه یگان کنستیتوسیون، نه یگان قانون، نه یگان نظامنامه و آیین‌نامه که بگیم که این وحی از آسمان فرا آمده است و دیگر اون باید تغییر نشود یا اینکه بینقص است. ولی بالاخره میگن که بدترین قانون از بی قانونی هم بهتر است و بگذار نظامنامه ما نقص هم داشته باشد، ولی از آنی که ما تقریبا 8-9 سال در هجرت بدون آیین‌نامه و نظامنامه فعالیت میکردیم و خیلی از مشکلات داخلی ما هم شاید از همین سرچشمه میگرفت، این بالاخره از بین رفت. و بعد از قبول نظامنامه ما قدم‌های دیگر رو در راه اصلاحات برداشتیم و رئیس حزب در شهر ویلنیوس انتخاب شد، کمیسیون تفتیشات هر 3 اعضا طبق نظامنامه انتخاب شد و این خیلی مختصر شما همه در جریان هستید که روند انتخاب رئیس حزب چگونه صورت گرفت. بعد از اون که من خودم اتفاقا نامزدیم رو خودم پیشنهاد کردم در دوره اول و حتی عریضه هم نوشتم، برنامه خطی هم دارم در دست کمیسیون انتخابات حزب، برنامه خطی نامزدی هم هست. در تاجیکستان من چند مرتبه رئیس حزب انتخاب شدم، یکم مرتبه عریضه ننوشتم، یکم مرتبه برنامه هم پیشنهاد نکردم، ولی در اینجا به خاطر جدیت مسئله من عریضه نوشتم، برنامه پیشنهاد کردم و گفتم که میخواهم که 4 سال دیگر مسئولیت حزب رو به دوش بگیرم. البته این نکته رو هم بگم که خیلی فکر کردم که آیا در همین مرحله من بهتر است بروم یا اینکه باز بمانم. خودم همون طوری که در داخل حزبم 2 نقطه نظر وجود داشت، در منم همین 2 نقطه نظر هر دو هم در خودی منم بود، هم رفتن و هم موندن. اونایی که میگفتن که رئیس حزب یعنی من باید دیگر نامزدی هم رو نمونم به استعفا برم، من اونها رو هم درک میکنم، چون خودم هم یکی از واریانت های خودم همین بود و برای این دلیل هم داشتم خودم چرا برم. یکیش همین که نزدیک 20 سال 19 سال میشد من رئیس حزبم و این خیلی طولانی هست و 10 سال این در تاجیکستان، این 10 سال دیگرش در هجرت و واقعا این خستگی رو میارد، واقعا این کاری آسان نیست و گفتم شاید یک نفر دیگر بیاید و مبارزه رو ادامه بدیم همراه او و بیشتر خودم هم برای خودم گفتم مشغول کارهای دیگر شوم، مشغول
نوشتن فکرها و برام این بیشتر مناسب تر بود. از طرف دیگر خودم هم این سوال رو در ذهنم داشتم، بیشتر اعضایان ریاست عالی، اعضایان حزب که اکثریت به این نظر بودن که در همین مرحله که حالا ما به دادگاه بین المللی رفتیم و کار رو بردیم و شاید که ماندن بهتر باشد، اما اگر یگان نفر پیدا شود و بگوید که من مسئولیت رو به دوش میگیرم، شاید که رفتن من از مسئولیت رئیس حزب هم به نفع خودم هم به نفع حزب باشد. و نامزدی خود را پیشنهاد کردم، منتظر آن که برادران دیگر پیشنهاد کنند و اگر پیشنهاد کردن من نامزدی خود را بازپس بگیرم یا به یک شکل دیگر. اما در یک از جلسات ریاست عالی حزب بعضی برادران پیشنهاد کردن و گفتن که بهتر است که رئیس حزب نامزدیش رو دیگر نماند و اگر ماند نامزدی الترناتیوی پیدا نخواهد شد، چون معنی ندارد، یعنی قواها نابرابرند، نامزد دیگر رأی نمیگیرد. از قبل اون نامزد شکسته است، یعنی باخته است انتخابات رو، چه ضرورت دارد که نامزدیش رو ماند. بعد این گونه بیانی ها من نامزدی خودم رو بازپس گرفتم و اعلام کردم که دیگر نامزد نمیشوم و ما تقریبا 2 ماه انتخابات رئیس حزب به تأخیر افتاد، نامزد پیدا نشد، چند مرتبه کمیسیون انتخاباتی کار خود را تمدید کرد و بالاخره در جلسه آخر تصمیم گرفت که روز 24 انتخابات برگزار شود. اگر تا 20 می هیچ کس خود پیشبری نکند خود را، پس مکانیزم دیگر به کار شروع میکند، یعنی هر یک اعضای ریاست میتواند یک نفر دیگر را پیشنهاد کند مادام خود پیشبری نیست. تا 20 می یگان نفر خود پیشبری نکرد، از آن جمله خودی هم، و در این 3 روز اخیر جلسه تا جلسه ریاست 7 نفر از طرف خودشان، اینا باید بگم که هیچ نفر خودش را پیشنهاد نکرد، از آن جمله خودی منم. 7 نفر از طرف افراد دیگر اعضای ریاست پیشنهاد شدند و در جلسه اخیر 5 نفر نامزدی خود را گرفتند و 2 نفر بنده و آقای شانعی کریم ماندیم که خب نتیجه انتخابات به خودتان معلوم. و همین طریق مسئولیت حزب رو برای 4 سال دیگر بنده به دوش گرفتم و انشاءالله که با کمک پروردگار، کمک و دستگیری برادران و خواهران در ریاست، در حزب و از آن جمله در پیمان این مسئولیت رو انجام خواهیم داد. خب چند نکته درباره برنامه خودم فکر میکنم اینجا خلاصش رو بگم. چرا من در سخنرانی که در جلسه ریاست داشتم برنامه‌ام رو اونجا کمی مفصل‌تر بود، گفتم حتی قدر طولانی شد که رئیس کمیسیون صدای مرا قطع کرد، گفت بسیاری بعد صحبت کرده استادی، برای هر نامزد 10 دقیقه وقت داده میشود. و نکته اساسیش چی است؟ نکته اساسی این که من در این 4 سال آینده تمام تلاش خود را برای انسجام داخلی نهضت و اپوزیسیون خواهم کرد، نه تنها نهضت بلکه اپوزیسیون در مجموع. در گفتگو طبیعی است که در داخل نهضت باز است، در بین اپوزیسیون باز است، اما یک نکته را اینجا هم بگم که انسجام، وحدت اپوزیسیون، حتی وحدت در داخل نهضت دیگر نباید زیاد از حسابی گذشت کردن از پرینسیپ و ارزش ها و اصل ها باشد. ما دیگر نظامنامه داریم، اون چیزی که انسجام ما را تأمین میکند نظامنامه هست، هدف ما هست، نظامنامه ما هست و معیارهای مشترک ما. دیگر خواهش و خواسته شخصی رئیس حزب، معاون رئیس حزب، کمیسیون تفتیشات یا هر فرد دیگر برای ما معیار نیست، چون بالاخره اگر ما این رو معیار کنیم این دیگر حزب نمیشود، مبارزه نمیشود، انسجام نمیشود. بله انسجام ما باید تمام تلاش رو کنیم، اما نه از حساب گذشت کردن، چون تجربه 50 ساله نهضت نشان داد که تا امروز باور کنید فقط نهضت رو جزا دادن، اعضایان نهضت، مسئولین نهضت، شخصیت‌های کلیدی نهضت. و ما تاریخ کمیسیون تفتیشات و نهضت رو دیدیم، برداشتیم در این 50 سال یگان نفر رو نهضت از حزب بیرون کردگی نیست، غیر از چند نفری که بعض جنایت‌ها کردن یا از احزاب دیگر داخل شدن، ولی منظورم از شخصیت‌های کلیدی
یگان نفر با وجودی همه کارشکنی و سیاست‌های ضد رهبریت و ضد حزب ما این تجربه رو نداشتیم، بلکه دیگران نهضت را جزا میدادن. ملا عبدالرحیم و نمیدونم حالا نام نگیرم، بعضیا با خفه میشن، ولی ملا عبدالرحیم چون زنده و سلامت و در میدان علیه ما هست یک نمونه خوب است. اما چندین نفرهای دیگر رو میتونیم مثل ملا عبدالرحیم نام بیاریم که اونها ضد استاد نوری، ضد رهبریت، ضد حزب فعالیت میکردند، کارشکنی میکردند، فضا سازی میکردند و در داخل حزب بودند، اما حزب شورندشی نمیکرد. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه کسی ناراحت نشود، کسی نرود، کسی را از خود دور نکنیم. و بالاخره اونا رفتن. حزب خیلی گذشت کرد. استاد نوری خدا رحمت کند با پولم، با مقامم، منصبم، بالاترین منصبی محیب اپوزیسیون رو به همون آدما داد. هیچ کدام اونو نایستادن. پس این چی معنی دارد؟ معنی دارد که برادران عزیز، بخصوص به ما در نهضت راه دارد. اگر ما میخواهیم وحدت و انسجام داخلی را از حساب دادن مقام، امتیاز، گذشت کردن ارزش‌های حزبی به دست بیاریم، تجربه نشان داد که این کاری نتیجه‌ناک نبوده است. بلکه ما باید خیلی بدون وارد شدن با پرخاش و بحث‌ها و کشمکش، اما خیلی جدی در مسئله رعایت نظامنامه، رعایت قرارها، رعایت منشأت‌های حزب باید که این انسجام رو تأمین کنیم. خب همین پرینسیپ هم با دیگران هم ربط دارد، با حزب و حرکت‌ها و سازمان‌هایی که بیرون از نهضت یا بیرون از پیمان هستند. همین پرینسیپ هم باید که در اونجا هم کار عملی شود. نکته دیوم در برنامه من این تقویت پیمان ملی تاجیکستان است که نهضت اسلامی تاجیکستان همون طوری که یکی از مؤسسین پیمان هست و در شکل گرفتن و فعالیت پیمان خیلی مؤثر بود، این فعالیت را ادامه بدهد و در این سالهای اخیر که یک مقدار ما بیشتر مشغول کارهای داخلی خود بودیم و از این حساب فعالیت پیمان هم ضعیف شد و باید اعتراف کنیم که در کمی ضعیف شدن فعالیت پیمان نقش نهضت کم نیست. در تأسیس و در قوی شدن پیمان هم نقش نهضت زیاد است، باز در ضعیف شدن شد. و چون من در اون صحبتی که در ویلنیوس کردم گفتم وقتی که ما پیمان رو تأسیس دادیم برای نهضت خیلی مهم بودیم، برای همه اپوزیسیون ولی باز بخصوص برای نهضت، و اهمیت این تأسیس پیمان رو، ضرورتش رو برای ما قبل از آن که ما در نهضت بفهمیم رحمانوف و یتیم فهمیدن. اونا درک کردن که این چقدر برای اپوزیسیون مهم است و همین بود که یک هجوم رو علیه پیمان آغاز کردن. زود ما را پیمان رو وارد لیست تروریستی کردن و تلاش کردن که بگویند که پیمان همون نهضت است، در صورتی که بعضی برادران ما میگن که نه، بعد آمدن پیمان یا نهضت کم رنگ شده باشه، که در اصل اصلا نیست. یکی از برادران خوبمون در پیمان، نامش رو نگیرم، گفته بود که تقویت نهضت تقویت پیمان است، ضعف نهضت ضعف پیمان است. یعنی برادران پیمانی غیر نهضتی نگاهشون به نهضت همین است که نهضت قوی باشد پیمان هم قوی است و هیچ وقت اونها در فکر آن نیستن که پیمان را قوی کنن از حساب ضعیف کردن نهضت. و اکثریت نهضت هم خدا را شکر به همین نظر است که قوی شدن پیمان قوی شدن ما در نهضت و برعکس. بنابراین این بخش دیگه برنامه من است که همزمان با تقویت نهضت تقویت پیمان و از این ترسیدن در کار نیست که ما را متهم کنن با اون که خب پیمان نهضتی شده است یا نهضت پیمانی شده است. نه، این دیگر باید که برای ما این گونه فضا سازی تاثیر نکند. و قسمت سوم برنامه من این با نظر داشت اون فضای جهانی که امروز بالای در مجموع مسلمان ها بخصوص در غرب در اروپا بالای مهاجرین مسلمان آمده ایستاده است، از کسی پوشیده نیست که وضعیت یا این روند به نفع ما نیست. بخصوص بعد از آمدن ترامپ شما میدونید در امریکا چه وضعیت است. بعد از حادثه‌های فلسطین
شما وضعیت رو میبینید و این تأثیر خود رو حادثه‌های فلسطین در روح و روان تمام دنیا از آن جمله مسلمانان رسانده است و از آن جمله در روح و روان دیگران علیه اسلام و مسلمانان و بخصوص در اروپا که ما و شما زندگی میکنیم. در هر انتخابات بیشتر نیروهای راستگرای افراطی قومگرا و ضد مهاجرین پیروز شده ایستادند، قوی شده ایستادند. در آلمان دیوم حزب شد، حزبی که اصلا برنامه‌اش محدود کردن نه، از بین بردن خیلی از فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، دینی و سیاسی مسلمانان و مهاجرین در اروپا است. در کشورهای اروپای شرقی هم همین، در فرانسه همین و حالا معلوم نیست که انتخابات بعدی چگونه میشه. در چنین شرایط ما در نهضت اسلامی تاجیکستان این رو من جزء برنامه خودم کردم که باید دیگر خیلی آگاهانه پیش برویم و نهضت رو برگردونیم به فعالیت‌های بیشتر با مرکزیت فعالیت‌های فرهنگی، دینی، علمی، فکری و کارهای سیاسی را بیشتر واگذار کنیم به سازمان‌های دیگر از آن جمله پیمان ملی تاجیکستان. چرا این را باید کرد؟ چون اخیراً اگر شما کسی خوانده باشد در رسانه‌های اروپایی خیلی همین شب و روزا موردی بحث است. قراری که در فرانسه گرفته شد، شورای امنیت فرانسه در یک گزارش مخصوص که در کمیته امنیت پارلمان هم بحث و بررسی شد و ماکرون رو وادار کردن که یک جلسه با وزیران قدرتی برگزار کند. در اونجا مسئله جدی گرفتن فعالیت اسلامی سیاسی در اروپا از آن جمله در فرانسه بحث و بررسی شد و خیلی از سازمان‌هایی که ربط دارند به اسلامی سیاسی در فرانسه، در آلمان و کشورهای دیگر باید که منع یا محدود شود و این دیگر اون چیزی نیست که ما می‌خواهیم، ولی اون چیزی است که آماده ایستاده است و قبل از اون که ما بالای این بیاید باید که خودمون بعضی قدم‌های پیش دستانه را کرده باشیم. یادتون باشد برادران و خواهران اعضای نهضت در تاجیکستان وقتی که سال 2012 13 14 هممون می‌دونستیم که حکومت با این پروتکل 3220 و با این قرارها هدفش بستن نهضت است. مگر اینجا بود یگان کس از ما که این را نمی‌دونست یا نمی‌گفت، حس نمی‌کرد. حتی غیر نهضتی ها می‌دونستند. خب ما فکر میکردیم تمام تلاش خود را کردیم که این کار صورت نگیرد، نامه نوشتیم، حتی هیچ از خودمون واکنش جدی نکردیم و ما کمک نکرد. بعضی پیشنهادات شد که ما باید خودمون بعضی اقدام ها را کنیم. اقدام به معنی آنکه قبل از آن که آنها میبندن خودمون یک تغییرات حتی با بستن حزب با دست خودمون قبل از آن که به این شکل بندن، این پیشنهاد در داخل حزب بود. اما ما اکثریت از اون جمله من هم و اکثریت رهبریت حزب چی گفتیم؟ جواب ما چی بود؟ بگذار همین ننگ تاریخی در دوش حکومت باشد و در دوش ما نباشه. یعنی ما با دست خودمون نبندیم و اگر میبندن همونو بندن. مگر همین نبود جواب ما؟ تا آخر به همین ایستادیم. ما حالا گفته این نیستم که آیا موقع ما کدامش درست بود؟ آیا خودمون میکردیم یا اینکه برعکس ایستادیم که ما را بستند؟ چون این تاریخ است، دیگر تاریخ را قضاوت کرده نمیشود. اما وقتی که میبینیم که دقیقاً همون وضعیت به یک شکل دیگر بالای سری تنها ما نه، خیلی از حزب و حرکت‌ها و سازمان‌ها در اروپا آماده شده است و ما حالا نمیگم که با اون حدی که در تاجیکستان بود وضع نگران کننده است، اما ما باید خودمون دیگر این آمادگی را داشته باشیم و یک مقدار از فعالیت‌های سیاسی خودمون از نام دین یا سازمان‌های دینی در اروپا بکاهیم برای آنکه این دیگر به معنای رویارویی رفتن با سیاست‌های اعلان شده این کشورها است و ما نباید این کار را بسیار سهل بگیریم برادران عزیز و اینم جزئی از برنامه‌های بنده است که در این 4 سال آینده انشاءالله با همراهی شما برادران و خواهران عزیز انجام خواهیم داد. و حالا البته گفتنی‌ها خیلی زیادند، میتوان باز بیشتر در این بارها گفت، اما من اینجا با همین اکتفا میکنم و حالا اگر سوال ملاحظه از شما باشد یا هر گفتنی باشد در خدمت هستیم انشاءالله. مراجع خودتی مجری
اگر خیلی سوالی که من خودم شروع میکنم تو برات رو فکر کردن شد. مثلا نظامنامه جدید به دست ما مسئولای اجرایی یا که نماینده رسید و ما به تک تکی اعضا جانب دو رو بگیریم که خیلی سپارش بود که یعنی به دست اعضا ها رسونده شد. ما چند بار مطالعه کردیم این نظامنامه. ما راستی که خلاصه و برداشت شخصی خودم میگم، بعد با کنشام زیاد بود از طرف دوست و برادرو که تقریبا 60% از برادرو هم استقبالی خوب کردن که یک مکانیزمی پیدا شد که هم از اون جانب دورونا کار و فعالیتشون نظارت میکنند، هم نماینده ها، هم ریاست، هم از رئیس از شما شروع کرده تو تمام چرا. من به همین خلاصه رسیدم که اگر همین نظامنامه تطبیقش شروع شود یا که شروع شده باشد، حداقل 40% اعضای جانبداران رو ما از دست میدیم. به این خاطر که مثلا اینجا گفته شده است که هر یک اعضای جانبدار، هر یک اعضا وظیفه‌دار است که مثلا در جلسه واریز شود، در اعضا حق بدهد، مثلا در فعالیت‌های حزبی فعالانه اشتراک کنند، باز چی سیاستی ما حزب حرکتش تبلیغ کنند، دستگیری کنند که ما از تجربه کوتاهی داریم. بعضی برادران خیلی عذر دارند، مثلا مریض هستند یا که یکون عذری دارند که انسان مثلا عقل و نقل قبول میکنه در عذرش، لیکن هستن بعضی برادران هستن که دیده بکنسته مثلا کارشکنی میکنند یا که کارپرتایی میکنند. مثلا همین برداشت که ما 30-40% اعضای جانبداری دست میدیم، همین برداشت درست است؟ ببینید شما وقتی میگید که ما برادران اعضایان و پیروان و طرفداران حزب را از دست میدیم، وقتتون گفتید که اعضا حقی نمیدین، در فعالیت شرکت نمیکنن، یعنی نیستند، حضورشون در داخل حزب. پس اونا نیستند. وقتی که نیست چی را از دست میدیم؟ یعنی یک آدم در حزب نبوده است، اعضا حقی نمیسپرده است، فعالیت نمیکرده است، در جلسه حضور نداشته است. خب و میگید که اون اعضای یا پیرو حزب است. نه، اصلا اون دیگه چیزی نیست که تو از دست بدی، او علاقه نیست. او با همین اعضای حقی نسپاریدن، شرکت نکردن، با همین رفتارهایش نشان داده است که دیگر عضو حزب نیست. و حالا بعضیش اون وقتی که تا نظامنامه بود قبول است، چون وقتی نظامنامه نیست، معیار نیست، نمیشه از انسان چیزی رو طلب کرد. اما وقتی قاعده هست، نظامنامه هست، طلبات هست، اونم یک بار سراسیمه نباید شد. یعنی ما در نظامنامه میدونیم که مرحله آگاهی است، صحبت است و کسانی که عذر دارن، مثلا یک نفر شرکت کرده نمیتونه، یک نفر امکاناتی مالی ندارد، یک نفر شاید که خطر دارد فعالیت حزب را تبلیغ کند یا اینکه شرکت کند، اینا را همه رو باید مسئولین در نظر بگیرن. و خصوص کمیسیون تفتیشات که ما قبلا کمیسیون تفتیشات نداشتیم، نظامنامه نداشتیم. کمیسیون تفتیشات فعالیت میکرد اما نظامنامه نبود که از روی آن اون مسئله رو فیصله کند. بنابر همین قدم به قدم باید پیش رفت و من نگران نیستم از اون که ما 30-40% رو از دست خواهیم داد. بله شاید یک قسم رو از دست خواهیم داد، ولی حتی اگر ببین یک شماره حالا چشمرس هم باشد، اما وقتی یک حزب سیاسی منسجم هست، فعال هست، بگذار شمارش کمتر باشد، اما همون شماره کم اگر فعال باشند، دوری هم جمع باشند، بالای یک هدف مشترک کار کنند، نتیجهش بهتر و بیشتر است از اون که ما به نام افراد زیاد داریم، از همه حزب اپوزیسیونی سرشمار هستیم، اما وقتی که در میدان عمل میبینیم بیشتر در بحث‌های داخلی فعال هستیم از اونی که در عملی کردن برنامه‌ها و قرارهای حزبی باشیم. بنابر همین ببینید ما باید تمام تلاش خود را کنیم که حتی یک نفرم از ما نه دور شود و نه ما او را دور کنیم.
یعنی نباید با وقتی یک نفر نمیسپارد یا فعالیت نمیکند بلافاصله از همون چاره‌های جدی و قطعی رو باید عملی کرد. نه، باید صحبت کرد، باید امکانیت داد. اما وقتی دیدیم که نه وضعیت تغییر نمیکند، مطمئن باشید که در بعضی حالت‌ها جدا شدن و رفتن بعضی افراد به نفع است. ببینید من دیروز در لیتوا با شراف‌الدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات اقتصادی تاجیکستان ملاقات داشتم. خواهش کرد ملاقات کرده. یعنی یک وقت اون برادر عضو پیمان بود، فعال بود، بعد با چی بحث و جنجال رفت، یکم تر حالا به اصطلاح فعالیت مستقلانه کرد، مزه فعالیت مستقلانه رو بار دیگر چشید و امروز آمد باز میشینیم سر یک میز، در اون جاهایی که امکانی همکاری هست میشینیم مشورت میکنیم، در اون جایی که امکانی همکاری نیست و ما هم گفتیم که حالا زود هست میگیم ما همکاری نمیکنیم. یعنی بعضا ببینید از اونی که در داخل میمانی، مثلا ما این مرحله رفتن برادر شراف‌الدین چند ماه طول کشید؟ 2-3 ماه طول کشید. 2-3 ماهی عصبانیت، ناراحتی، اعراض، حتی جنجال ها. خب برادر رفت، آرام شد. امروز کجا رفت؟ دور نرفت. یعنی از مبارزه اپوزیسیونی دور نرفت، ولی باز با هم میشینیم صحبت بکنیم. بعضا میگن که ما میرویم تا اینکه برگردیم. یک ضرب مثال هم هست، من میروم تا اینکه برگردم. چون که بعضا همون رفتن و یک فاصله ایجاد شدن این برای دوباره برگشتن و بهتر و قوی‌تر برگشتن کمک میکنه. ما همه چیز رو باید طبیعی قبول کنیم. باور کنیم ما تمام تلاش خود رو کنیم که برادران با هم باشیم، پیش برویم. اما اگر ببینیم که در اونجا رفتن به نفع است، از همه میدونید همین پدیده از همه منفورتره نزد پروردگار چی است؟ طلاق. ولی گاه طلاق راه نجات برای حیات آسایشته و باز مناسبت انسانی هست و یعنی چرا نه؟ حتی در زندگی خانوادگی این چیز هست، چه رسه در زندگی سیاسی، خصوصا در هجرت. برادران یک نکته را باید قبول کنیم، تلخ هم باشد. هجرت خودش مشکلی هست. 10 سال شد ما در مهاجرتیم. حالا مبارزه ما معلوم نیست که کی نتیجه میده. تلاش ما نمیکنیم که زودتر، ولی دست پروردگار است. اینقدر مشکل‌های فرهنگی، اقتصادی، عصبانیت، شخصی، مردم خانواده را از دست دادن، مردم وطن را از دست دادن، پدر و مادر در زندان، برادران در زندان، اینا همه بالای عصبی مردم، روحیه مردم تاثیر میرسوند. مردم در این گونه حالت‌ها در جستجوی گناهگار هستند. کی گناهگار است که من بی وطن شدم؟ کی گناهگار است که من در هجرت هستم؟ کی گناهگار است که پدر من زندانی؟ کی گناهگار که برادر من زندانی؟ کی گناهگار که من در اینجا کجای کاری خوب ندارم؟ چرا فلانی پول دارد من ندارم؟ چرا فلانی زندگیش خوب است از من نیست؟ وقتی این را میشینه در روبروی این چالش‌ها قرار میگیرد، خب میگه پس گناهگار کی هست؟ گناهگار رو باید جستجو کرد. اون همه غم و درد و عصبانیت رو به سر اون آدم باید ریخت. فرق ندارد اون آدم گناهگار است نیست. ببینید در همین فعالیت سیاسی ما، نهضت، اپوزیسیون، همه در پیش چشم خودمون گذاشته است. علیم گریبانی کدام حزبی سوسیال دموکراتی رو باید بگیرد که سبب شد که اون مهاجر شده است و به وطن برگشتن نمیتونه، برادرش زندانی است. علیم خودت گریبانی کی رو میگیری؟ خب نهضتی نیست، بله؟ گریبانی محمد رجب. خب علامت رو در همین خالی میکنی. یک نهضتی هم مثل فکر میکند، میگه من علم رو از کی بگیرم؟ خب این همه مصیبت. باید یک کس اینجا گناهگار باشد. در چنین حالت‌ها، در وقتی که فشار روانی زیاد هست، ما برادران بیهوده است اثبات کردن که من گناهگار نیستم یا فلانی گناهگار نیست. هر چقدر تلاش کنیم که اثبات کردن شه که ما گناه نداریم، طرف باز بیشتر عصبانی میشه. خب برای میگم وقتی که نمیتوانی کردن німоешь доказать, что ты не верблюд, сразу признайся, что ты верблюд, и тебе будет легче тому. یعنی وقتی میگن که تو گناهگار هستی، خب گفتن در کل برادر من گناهگار، آیندهش چیکار کنیم؟ بیاد آینده رو فکر کنیم. این قسمتش من گناهگار. اگر خودت میتوانی مرحمت بگیر،
رهبری کن پیش بر ما همراه هستیم اگر نه بیا من کمک کن. برای من از این گونه حالات نباید زیاد نگران بود، زیاد ناراحت بود. اگر جای ناراحتی هست، جای نگرانی هست، اما طبیعت راه همین است، دیگر باید پیش رفت. استاد اینجا شما کدی شرف تنها بود یا که نه، برادر سلیمان بسیار خواهش کرد، هماهنگ کرد. ما هم یک هیئتی بلندپایه‌ای کردیم. گفت کردیم که تنها بود. نه، ایشون تنها نبود، ما هم 5 نفر 6 نفر بودیم. اما کسی در همون ویلنیوس مانده بود، از مهمانای توی هم را بردیم همراهمون. اکای اکوشا، شانعی، بابا جان، ایلهام جان. نه، ابو سلیمان بود و هرشون تنها بود. و خب صحبت عمومی بود، از سفر افغانستان پرسیدیم، از سفر آیندهش، فعالیتاش و بعضی صحبتاش شد. ولی همون نظر رو گفتیم که برادر ما تجربه همکاری با خودت داریم، تجربه خوبی نبرآمد و حالا یک مدت فرصت نیاز داریم که باز ببینیم که کارها چی می شود. و فعلا در همین حد همین گفتگو سلام علیک باقی میمونیم، اما همکاری سیاسی فعلا هم نظر و هم پیمان خود میکنیم. بله مقصد دارن که همکاری سیاسی کنیم. بله خیلی همکاری بکنیم، یک جای باشیم، طرحهای مشترک داشته باشیم و یک مکالمه ملی آغاز کنیم و سفر داشته است به افغانستان، در اونجا پیشنهاد کردن، توصیه کردن که با هم باشید و خب گفتم میگفته در همونجا که ما با هم بودیم، خودم جدا شدم رفتم. و خلاصه هم یک صحبت عمومی بود. در عموم خوب است. من برای هم میگم که در این مکالمه باید همیشه باز باشد، در این گفتگو باز باشد، اما دیگر نه از حسابی گذشت کردن از ارزش‌ها و معیارها و پرینسیپ‌ها دیگر این خوب نیست. ما تجربه کردیم و سنجیدیم. مثلا ببینید وقتی که مسئله میپزد، فضا میپخته است خودش. من برادران گروه 24 یک زمانی بود که خیلی بحثا بود، تنش‌ها بود، حتی اختلاف نظرهای شدید در رسانه‌ها بود. اما وقتی که ما به خلاصه آمدیم که یک مدت فاصله را رعایت کنیم تا اینکه طرف‌ها بپزن و حتما فرصتی باز شرایط همکاری و همدیگرفهمی پیدا میشه. امروز وضعیت خودتون میبینید که خیلی خوب است، خیلی بهتر است و این همه در نتیجه همین گذشت کردن و صبر و تحمل و همینا است. با دیگران هم باید همین خیال بود، همه را باید فرصت داد تا اینکه وضعیت پخت، مسئله پخت انشاءالله خوب بشه. تو یک سوال دیگه اگر چون همین دو روز اخیر دیگر از جلسه ویلنیوس چندین برادران تبریکاتی را کردن، مقبول تبریکاتی و نظراتشون را گفتن. نظرات در رسانه‌ها هر گونه است. فکر میکنید که این چالشی که حاضر هست نهضت با همین سمتی که میرفت یا که یکم دیگرگونی‌های داخلی خوب میره؟ من فکر میکنم که دیگرگونی‌ها در راه هست. یعنی چرا؟ چون که وضعیتی که با وجود آمده است فضای بسیار پیچیده هست و متاسفانه کار به حد رسیده است که یک جبهه‌گیری‌های داخلی هم شروع شده است و این دعوت و تلاش‌های زیادی ما درباره آن که همه مسائل را در چارچوب گفتگوی داخلی حل کنیم، بحث‌های داخلی به بیرون نبراید و لازم نیست این بحث‌ها را به خارج کشاندن، مثل که به جای آن که تأثیری مثبت برساند برعکس بحث‌ها را بیشتر کرده ایستاده است. یعنی شاید بعضی از دوستان فکر کنند که ما به خاطر آن میگیم بحث‌ها در بیرون نشود، در داخل ماند که یا میترسیم یا یگان چیز. نه، این ولی میترسیم. اون چیزی که ما میترسیم این است که نهضت ضرر میکند، مبارزه ضرر میکند و همه ضرر میکند. از این جای ترس است. باید چرا از این کی خرسند است؟ هیچ کس خرسند نیست. ولی وقتی که ما نه اینکه ما حرفی برای گفتن نداریم، نه اینکه فکر کنیم که حالا مثلا باید که طرف حق هست و ما این حقیقت ها را پنهان بداریم، نه، فقط به خاطر اون که فرهنگ سیاسی، فرهنگ مکالمه، فرهنگ
اصلا ملی و اسلامی ما این اجازه نمیدهد که بحث‌های داخلی که در بین دو برادر دو خواهر در داخل خانه آدم میتواند گفته شود شنیده شود حل شود حتما در رسانه ها در شبکه ها باشد. اما میبینیم که این دعوت های ما را دوستان برعکس میفهمند و روز به روز زیادتر کرده ایستادن. بنابراین من فکر میکنم که نهضت وقتی که چنین حالتی به اصطلاح بغرنج و ربیده با وجود می آید حتما باید اون یک جای سر بزند، باید یک آب که جمع شدن گرفت حتما یک راهی برای جاری شدن پیدا میکنه و این حتما جاری می شود می رود. اما برای من گفتم که باید خیلی آرام خونسردانه همه اون روندهای طبیعی رو باید قبول کرد. ما بازم همون دعوتامو تکرار میکنم که برادران والا خودم یاد دارم چرا من اینجا آمدم. مثلا ویلوس با برادران بعد انتخابات نشستیم امروز اینجا و بلافاصله من در آلمان میروم و این صحبت‌های داخلی رو راه اندازی میکنم با برادران صحبت میکنیم تا اینکه بازم برگردانیم این بحث‌ها رو در داخل نهضت. ولی اگر ببینیم که برادران خواهران کسی که نمیخواهد در داخل نهضت این بحث‌ها رو مطرح کند و راه حل پیدا کند در اساس نظامنامه در اساس معیارهای داخلی حزبی دیگر میگیم خب توکلش به خدا. اون دیگر ما اون در اون صورت مکانیزمی نظامنامه فعال بشود. در نظامنامه همیشه مشخص است که در کدام حالت‌ها چگونه نهضت باید رفتار کند، چه تصمیم بگیرد نسبتی اعضا طرفدارانی که از معیارهای عمومی دور میروند. بنابراین من فکر نمیکنم که نهضت در مرحله آینده به مثل پیشینه باقی خواهد ماند. نه، به مثل پیشینه باقی نخواهد ماند چون همه ما تغییر کردیم. مثلا من در همین صحبت‌های اخیرم گفتم که دیگر پیشتر سیاست من این بود که فرق ندارد یک طرف چی میگوید چی نمیگوید، ما باید همه را نگه بداریم، همه باید باشن. ولی حاضر میگم نه، در مبارزه در راه کسانی باشن که با ما بودن میخواهند، صادق باشند، بله تنقید کنن، اعتراض کنن، بیان حرفاشون زنن، اما اون معیارها رو رعایت کنن، با هدفهای کلان ما صادق باشن. اما اگر که نباشن پس دیگر اون سوال محمد رجا این بود که بعضیا ممکن از دست بدیم. ما نه از دست نمیدیم، برای که علاقه نیست. اون چیزی که نیست چرا از دست میدی؟ ما همون واقعیت ها رو برمیگردیم. خب بگذار دیگر واقعیت همون هست که هست دیگر. چون ببینید همین آدم وقتی که میداند که در پهلوش کی هست، همراهش کی هست، با کی کار کند، کار خیلی آسان است. اما دشوار همون وقت می شود که شما نمیدانید که مثلا حالا یک موضوع رو مطرح کنم در همین جلسه یا در همین حزب در ریاست، اون واکنش‌ها چگونه می شوند. آیا واقعا ما در پیمان ملی یک زمان همین داشتیم و شاید هنوزم پورا حل نشده باشه دیگه، حتی جلسه کنیم و فلج شده بود. چرا؟ برای اون که جلسه میکنی با جایی که در اونجا راه حل پیدا کنی خبرش میره دوشنبه، از دوشنبه به شکل دیگه با خودت برمیگردد. خب در دل خواه حرکت حزبی اپوزیسیونی این فاجعه است، چه نهضت باشد، چه پیمان، چه انجمن آزاداندیشان یا هر کسی دیگر. برای همین حتما تغییرات می شود و باید به این تغییرات آماده بود. خدا نگهدار.